اگه به شما بگم یه مرد روستایی از سیبری تونست کل امپراتوری روسیه رو، اون بزرگه، تونست همش رو تحت تاثیر قرار بده و در واقع یه جورایی هم سقوطش رو تسریع ببخشه، باورتون میشه؟ این دفعه قراره در مورد کسی حرف بزنم که به عنوان یک عارف، شفاع‌دهنده، یه مرد از طرف خدا شناخته میشد، ولی همزمان رسوایی‌های اخلاقیش هم باعث بدنامی شده بود. این داستان راسپوتین، نابغه‌ای بی‌رحم یا عارفی دیوانه. سلام خوشگلا، چطوری؟ همونجوری که متوجه شدین احتمالاً امروز میخوام راجع به این آقای ترسناکه با این چشاش صحبت کنم. عکسشو بذارید. راسپوتین در 21 ژانویه 1869 در روستای پوکروسکویه در کوههای اورال سیبری، اسمش واقعا همینه، به دنیا اومد. خانواده راسپوتین از دهقانان معمولی روسیه بودن که خیلی هم شرایط سخت زندگی میکردن. دیگه سرمای روسیه که معرف حضورتون هست. حالا فکر کنید یه جای دور افتادن باشید تو اون سرما. یعنی اصلا محل زندگی آدمای فقیر بود و اصلا این که شما اونجا فقیر باشی، نون نداشته باشی بخوری و در روز نمیدونم نزدیکانت بمیرن دور از جون شماها، اصلا عادی بود واسهشون. راسپوتین در سن 18 سالگی با دختر از روستای خودشون به اسم پراسکویا دوبرووینا ازدواج میکنه که حاصلش میشه 7 بچه که البته فقط 3 تاشون متاسفانه به بزرگسالی رسیدن، یا خوشبختانه، چون شاید راه پدرشون ادامه میدادن، که نمیدونم. خود این اسم راسپوتین به معنای هرزه و بدنامه و واقعا چه بصیرتی داشته اونی که این اسم رو گذاشته روش. البته خیلی هم میگن که اصلا این اسمش نیست، یعنی فامیلیش نیست، صرفا به خاطر کارهایی که میکرده تو سن جوانی مردم این لقب رو بهش داده بودن. حالا چی کارا میکرده؟ تو بچگیش خیلی سرکش و مشکل ساز بود، ولی وقتی که یکم بزرگتر میشه تازه دردسرای اصلی شروع میکنه به مستی مکرر، روابط جنسی زیاد، بیبند و باری، دعوای خیابونی، دزدی، خلاصه همه چی. بزرگوار از هیچی دریغ نمیکرد، اما در کنارش به مذهب و عرفان و اینا هم خیلی علاقه داشته. بعد یه روزی وقتی خواب بوده یه خواب عرفانی میبینه به قول خودش و تصمیم میگیره که بره به سفرهای مذهبی. در سال 1892 ببخشید جدی این تاریخ ها رو اصلا نمیتونم حفظ کنم. خلاصه تو سال 1892 بلند میشه میره یه صومعه‌ای، چند ماه اونجا میمونه و بعدش هم دیگه تبدیل به یه عارف و مرشد میشه و میگه اصلا منو خدا فرستاده، من یه مأموریتی دارم و خلاصه اینجوری است. بعدش هم شروع میکنه مردم رو نصیحت کردن و تبلیغ دین و اینجور چیز. البته یه سری از مردم هم میگن بابا خواب کجا بود، صرفا اینو گفته که بتونه اخاذی کنه از ملت، اینجوری گفته که مثلا داستانش جذابتر به نظر بیاد. به خاطر روشی که توی موعظه کردن داشته، ببینیم بچه هم خیلی سرزبون داشته، هم خیلی با اعتماد به نفس حرف میزده. اینها باعث شدش که کم کم نظر بقیه روحانیون مسیحی هم جلب کنه و بتونه بره کلیساهای بزرگ و این داستان. ولی پیشرفتش به همینجا هم ختم نمیشه. کم کم اشراف هم از اون خوششون میاد و راهش به خونه اشرافزاده ها هم باز میشه. کم کم میره سنت پیترزبورگ و کلیسای سنت پیترزبورگ، همینجوری خلاصه هی پله‌های پیشرفت و ترقی رو طی میکنه تا اینکه در سال 1905 با تزار نیکولای دوم و همسرش الکساندرا که اون زمان به روسیه حکومت میکردن دیدار میکنه. اون دوتا هم از این مدلایی بودن که کلن به فال و رمالی و اینا اعتقاد داشتن. دیگه شما ببین دیگه چه نونش اصلا میفته تو روغن. راسپوتین خب آدم زرنگی هم بوده. خیلی زود دستش رو میذاره روی ترس‌ها و امیدهای تزار و همسرش و انگار که جنسی رو بهشون میفروشه که دلشون میخواد و بهشون نیاز دارن. حرفایی رو میزنه که دلشون میخواد بشنون. مثلا همیشه هر ملاقاتی که با تزار داشته بهش میگفته اعتماد به نفس داشته باش و فلان و اینا. اون هم چون اعتماد به نفس نداشته کلی لذت میبرده از این قضیه. یا مثلا همسر تزار کلا بعد این مدت حس میکنه که وقتی با راسپوتین حرف میزنه نگرانیاش کمتره، استراباش کمتره و آرامش میگیره.
میدونی مثل رمالا و فالگیرای امروزی کاملا به نظر. مثلا شما کل زندگی تو خراب کردی، یه سری اشتباهات داشتی، نمیخوای قبول کنی که تقصیر خودته، میری پیش اون جادوگره رماله، من چی بهشون میگن، میری پیش اون بهت میگه فلانی واسط دعا نوشته عزیزم، فلانی جادوت کرده. و شما چون نمیخوای قبول کنی که تقصیر خودته، که حداقل اینجای زندگی تو خراب کردی، تقصیر خودته، میگی راست میگی، منم که تو چشم مردم از رو حسودی از این کارا میکنن. نه، کار خودته، خودت کردی. خب مرسی. حالا از این حرفا بگذریم. یه دلیل خیلی مهم علاقه تزار و الکساندرا همسرش به راسپوتین اینه که به نظر اونا اون میتونسته پسرشون تزاروویچ الکسی رو درمان کنه. مبتلا به هموفیلی بوده. هموفیلی یعنی چی؟ یعنی اینکه بدن شما احتمالاً میدونین نمیتونه خون رو لخته کنه، یعنی امکان داره اندام داخلیت خونریزی کنه یا اندام بیرونی اصلا خونریزی کنه و انقدر خونریزی ادامه پیدا کنه که بمیری. خیلی هم بیماری سخت و دردناکیه، بیشتر هم توی مردها، یعنی تقریبا بیماری تک جنسیتی مادرزادی هم هست و از مادر به ارث میرسه، نه از پدر دیگه. خلاصه این شکلی. این نکته رو هم بگم که اونها بعد از چند تا دختر صاحب این پسر شده بودن و اصلا امید ادامه دادن تاج و تخت بود این پسر، واسه همینم خب خیلی بهش علاقه داشتن و خیلی براشون مهم بود. حالا راسپوتین چیکار میکنه؟ مثلا میاد ساعتها پای تختش میشینه، زانو میزنه، واسش دعا میکنه و اینجوری انگار که از آلام و دردهای اون کم میکنه. حالا چجوری فکر میکردن که میتونه درمانش کنه؟ دو تا مورد. اولا این که راسپوتین تو همون روستای خودشون از طب عامیانه مردم یاد گرفته بود که چجوری خون اسب‌ها رو بتونه لخته کنه، یعنی خونریزی اسب‌ها بند بیاد. همین کار رو برای الکسی هم انجام میده. مورد دوم این که چون خیلی هم نفوذ داشته روی تزار و همسرش، مخصوصا الکساندرا همسر تزار، میگه اصلا همین که من هستم بسه، دکتر واسه چی بیاد تو این کاخ، اصلا دکترها رو دیگه نذاریم بیان، من هستم مراقبشم. حالا این باعث چی میشه؟ اون زمان دانش پزشکی محدود بوده، یعنی کلا یه چند تا دارو داشتن برای همه بیماری‌ها میدادن. یکیش آسپرین بوده که برای اینجور بیماری ها هم اون موقع تجویز میشد. حالا آسپرین خودش رقیق کننده خونه و میتونه اصلا این بیماری رو بدتر کنه، ولی خب اون زمان نمیدونستن. حالا که پزشکی نمیاد تو، پس آسپرینی هم تجویز نمیشه و اینجوری میشه که وقتی حال بچه بهتر میشه میگن دیگه تو خدایی، دیگه تو بچه ما رو بهتر کردی. حالا در واقعیت اصلا اون خودش هم نمیدونسته داره دقیقا چه اتفاقی میفته. الکساندرا که چقدر اسمش قشنگه، انقدر به راسپوتین قدرت داده بود که اون میتونست هم توی تصمیمات دخالت کنه، هم مثلا همینجوری بیاد و قصر رو بره، یعنی اصلا کسی اصلا بهش نمیگه آقا کجا داری میری، قصر مثلا تزار اون تو نشسته. همینا هم باعث شده بود که کم کم اشراف بدشون اومده و اینجوری بودن که بابا چیه حالا یارو رو برداشتین آوردین. و کلا هم به خاطر روابط جنسی متعددش و شرابخواری ها و این بیبندوباریاش و البته ظاهر نامرتب و کثیف معروف بود. خیلی کثیف، یعنی مثلا میومد با افتخار میگفت چند ماه نرفتم همون، بعد همه گفتن آفرین خوب کردی، اصلا تو میدونی. قدیس میدونستنش دیگه. اتفاق جالب، تو سال 1914 یه زنی با چاقو به راسپوتین حمله میکنه و زخمیش هم میکنه، ولی بعدش راسپوتین به جای اینکه فرار کنه یه چوب برمیداره اونم به زنه حمله میکنه و اصلا زنه رو خیلی بدتر مجروح میکنه. این هم یکی از اتفاقاتی بود که مردم اون موقع میشنن میگفتن ببین به به قدیسه، ببین شکست ناپذیره این بشر. همونطوری هم که احتمالا حد زدین، این شایعات روابطش با زنهای دربار و اینا خیلی هم بیراه نبوده. یعنی شما فکر کنید یه سری زن بودن که فکر میکردن این میتونه زندگیشون رو به سعادت برسونه، ایشون هم که خیلی اخلاق درستی نداشته، سفره سوء استفاده پهنه و دیگه استفاده میکنه. شایعات انقدر زیاد بود که توی جنگ جهانی اول سربازای روسی روزهای سرد و سخت جنگ رو با تعریف کردن روابط عاشقانه بین راسپوتین و همسر تزار میگذروندن. حالا راست و دروغش پای خودش. تا میرسیم به اونجایی که تزار خودش شخصا پا میشه بره به جبهه‌های جنگ توی جنگ جهانی اول، همونطور که گفتم، و اونجا دیگه الکساندرا دیگه کم مونده تاج تزار رو بیاد تقدیمش کنه به راسپوتین.
یعنی اون موقع راسپوتین حتی وزیر هم منصوب میکرده، انقدر حرفش برو داشته. این نکته هم بگم که الکساندرا آلمانی الاصل بوده و خیلی محبوبیتی بین مردم روسیه نداشت، ولی خب همسرش همیشه ازش حمایت میکرد، مخصوصا از تصمیمات سیاسیش. بالاخره اشراف تصمیم گرفتن که بکشنش. گفتن آقا تو همه چی دخالت میکنی، ما هم که حسودیمون میشه، بدنام هم که هستی، الانم که امپراتوریمون داره سقوط میکنه، اصلا تقصیر توئه، بیا تو رو بکشی. بعد چیکار کردن؟ فیلیکس یوسوپوف یه اشرافزاده ثروتمند بود که با خانواده رومانوف ها ازدواج کرده بود، خانواده تزارینا. و تا اون زمان کار شاخصی انجام نداده بود، زندگیش خوب بود، پول داشت، میرفت میومد، همسر زیبا، کاخ مجلل فلان. و کلا کار مهمی انجام نداده بود تا اون زمان. جنگ هم که میشه، اشرافزاده ها رسم بوده که برن به جنگ، ولی ایشون جنگ هم نمیرفته، نمیخوام برم. و اینجوری بودش که مردم میگفتن بابا بی ارزه خاک تو سرت. اینم خب یکم بهش برخورده بود دیگه، کمی احساس بدی پیدا کرده بود از این قضیه. گفت حالا چیکار کنم؟ راسپوتین رو میکشم. و اینجوری هم میام راجع به این حرف میزنم که بله بنده میهن پرست هستم و اینگونه تاج و تخت تزار رو حفظ کردم از این مرد بدنام بی‌تربیت. و برای خودم حداقل یه کمی آبرو جمع میکنم دیگه، میگم ببینین من چقدر آدم با ارزه‌ای ام، اصلا اونجوری بی ارزه نیستم که نرفتم جنگ. عاقبت در سال 1916 با همدستی چند نفر دیگه، مثلا یکیشون دیمیتری ایوانوویچ بود که اون هم از اشرافزادگان دربار خانواده سلطنتی بود، کلا همشون اشرافزاده ها بود، تصمیم میگیرن که راسپوتین رو بکشن. حالا چیکار میکنن؟ میگن که به بهونه ملاقات با همسر همین یوسوپوف میگن که شما بیا به کاخ ما، بیا به کاخ یوسوپوف. راسپوتین که میره اونجا بهش یه عالمه شیرینی و شراب و خوراکی و جیگل بگیل تعارف میکنن، میگن بخور، یه میز خیلی عالی براش میچینن. راسپوتین میاد از شیرینی ها و شراب ها که به سم سیانید پتاسیم یا همون سیانور خودمون، انگار یه جور میگم سیانور خودمون، انگار همیشه تو جیبمه، یا همون سیانور آغشته بوده، میخوره. خیلی هم زیاد از همشون میخوره. و بعدش چی میشه؟ هیچیش نمیشه، اصلا انگار نه انگار که داره سیانور میخوره. و یه کمی شوکه میشن اشرافزاده ها، اینجوریان که نکنه واقعا قدرتی داره و اینا. ولی خب یکی از اشرافزاده ها میگه بریم بابا، با اسلحه بهش شلیک میکنه، چند بار همین کارو میکنه. راسپوتین اولش میفته میگه آی، ولی بعدش در کمال تعجب بلند میشه و حتی تلاش میکنه فرار کنه و میره از کاخ، واقعا دور میشه. و اونجا بقیه اینجوریان که بابا چیه این، واقعا چیکار داره میکنه. ولی خب باز هم حالا روایت ها اینجا دیگه مختلفه. یه سری میگن بازم رفتم بهش شلیک کردم مرد، یه سری میگن خودش رو رسون کنار رودخونه نوا و اونجا مرد، یه سری میگن تا رودخونه نوا رفتن دنبالش و دیدن آقای نمیره، انداختنش توی رودخونه تا بمیر دیگه راحت. خب به هر حال میمیره. بالاخره بعد از چند روز توی رودخونه جسدش رو پیدا میکنن. یکی از مهمترین اتفاقاتی هم که باعث شد بعداً مردم باور داشته باشن که راسپوتین یه فرد خاصی با قدرت ماورایی بوده، همین جریانات مرگش بود که البته دخترش بعداً توی کتابی اونها رو تکذیب میکنه و میگه بود پدر من اصلا شیرینی دوست نداشته، اصلا هیچ وقت نمیخورده، چی میگین؟ یا توی گزارشات کالبد شکافی هم نه خبری از غرق شدن بود، نه خبری از سم توی بدنش بود، صرفاً گفته بود با فاصله نزدیک به سر شلیک کردن و اینجوری مرده. و اصلا یوسوپوف اینا رو تعریف کرده که بگه مثلا داستانم خیلی حماسی و جذابه، ببینین من چقدر مرد بزرگیم. البته از یوسوپوف هم بعید نیست این جریان، چون بعدها مثلا میگفتش که راسپوتین یه شیطان با قلب انسان بود و من این شیطان رو حذف کردم، ببینین من چقدر خوبم. چند ماه بعد از مرگ راسپوتین در مارس 1917 انقلاب روسیه رخ داد و سلطنت رومانوف ها بعد از 300 سال پایان یافت. بعدتر در جولای 1918 هم خانواده تزار به دست بولشویک ها به طرز وحشیانه قتل عام شدن. احتمالاً اکثرتون داستانش رو شنیدین. نکته جالب این که راسپوتین قبل از مرگش گفته بود اگر من به دست اشراف کشته بشم در طی کمتر از 2 سال سلطنت رومانوف ها نابود میشه و دقیقاً هم پیش بینیش به وقوع پیوست. خب
مرسی از اینکه ویدیومون رو دیدین. امیدوارم دوست داشته باشین و این مدل ویدیوهای یک شنبه رو بیشتر از اون مدل قبل تر دوست داشته باشین. یه نکته هم بگم، من معمولا 1 2 تا 3 تا ویدیو حتی قبل تر ضبط میکنم، واسه همین خیلی وقتا مثلا اگر کامنت مینویسین و نکته ای رو میگین، من نمیتونم دقیقا تو ویدیو بعدی انجامش بدم، تو ویدیو بدتر، ولی حواسم بهش هست. امیدوارم ویدیومون رو دوست داشته باشین. حتما برام بگین دیگه دوست دارین راجع به کی بدونین، دوست دارین ویدیو چه تغییراتی بکنه و اصلا چی دوست دارین. آقا من نمیدونم، کامنت بذارین. مرسی. اگه کامنت انگلیسی هم بذارین ظاهرا بهتره اینجوری که متوجه شدم، ولی اگه هر جور دوست داشتین کامنت بذارین، اصلا خیلی موضوع مهمی نیست. صرفا یه جوری تو اینستاگرام، تلگرام یه جوری نظراتتون رو بهم بگین، چون خیلی برام جذابن، خیلی خوشحال میشم. خلاصه مثل همیشه مرسی که ویدیومون رو دیدین. دوستتون دارم و فعلا خدافظ. بیا نشونت بدم. باشه 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 باشه. سلام کن. سلام. راسپوتین بخون. را راسپوتین لاورز آفته. آقای ویلی هستن دوستان، فرمودید که گربت کو. آقای ویلیام هستن، بسیار بی تربیت، بی ادب، دارای 0% شخصیت و ادب و تربیت. قربون چشت باشم، قربون چشت باشم مامانی. اوی عشق منی تو، نفس منی تو. فهمیدی؟ فهمیدی؟ سلام کن، بگو گریگوری ایفانوویچ راسپوتین، گریگوری راسپوتین. بوی بهشت میدی مامان. فیلم رو معرفی کنیم با هم دیگه. هابیت بگو، معرفی کن. شکرو ببخشید مامان، بفرمایید. یا این رفتار ویلی که اینجوری سرشو برمیگردونه عادت کرده، وقتی اینجوری میکنه، اخم میکنه، ما همیشه بهش میگیم ببخشید، بعد بوسش میکنیم، ولش میکنیم. وقتی میخواد بگه ولم کن اینجوری میکنه دیگه. احساس کنم موهای ویلی در همه جانم نفوذ کرده. کیفیت این ویدیو بهتر نه؟ چون با موبایل مامانم دارم ویدیو میگیرم و چون کیفیتش بهتره احساس کنم شما الان در همه جوش ها، چروک ها و اینسیکیوریتی های من دارین میبینین. خیلی حس خوبی داره، چون که حافظه گوشی مامانم حالا پر نمیشه و من تا صبح وقت دارم که حرف بزنم و دیگه عجله نداریم. تازه مامانم الان خوابش نمیاد. همه چی خیلی قشنگه.